سلام، من متوجه هستم که ویدیوهای من از ترکیبی از ابزارهای بصری برای روایت داستان استفاده می کنند. با این حال هر فیلمنامه کاملا توسط من و پس از تحقیقات گسترده در مورد موضوع مثلا فرهنگ اماراتی یا مطالعات بهداشتی نوشته شده است. من صرفاً کلیپ ها را دوباره آپلود نمی کنم. من یک تفسیر منحصر به فرد و آموزشی ارائه می دهم که بیننده را در مباحث پیچیده‌ای مانند باروری مردان یا سنت‌های اجتماعی در خلیج فارس راهنمایی می کنند. ارزش کانال من در داستان سرایی و بینش‌های فرهنگی خاصی است که به مخاطبانمان ارائه می دهم. می توانید ببینید که چگونه من با دقت صدا را با ابزارهای بصری خاص انتقال متن روی صفحه لایه‌بندی می کنم. من صرفاً از قالب‌های خودکار استفاده نمی کنم. من شخصاً هر کلیپ، هر انتقال را انتخاب می کنم تا مطمئن شوم که روایت برای بیننده واضح و جذاب است. این فرایند برای هر آپلود چندین ساعت طول می کشد تا اطمینان حاصل شود که تبدیل مطالب اصلی به چیزی جدید و آموزشی است. این فایل پروژه ویدیویی ماست. ابتدا صدا ضبط شده را مستقیما در تایملاین قرار می دهیم که اساس تدوین می شود. در مرحله بعد از حساب کاربری رسمی ثبت شده انواتا خود برای جستجو و دانلود فیلم استوک عربی دارای مجوز و موسیقی پس زمینه استفاده می کنیم. تمام رسانه‌های مورد استفاده کاملا خریداری شده و از نظر حق چاپ ایمن هستند. پس از دانلود فیلم ادوبی پریمیر پرو وارد می شود. در اینجا ما تصاویر را ویرایش می کنیم، جلوه های حرفه‌ای اعمال می کنیم، انتقال ها را روان می کنیم و تایملاین کامل را نهایی می کنیم. تمام فیلم های عربی با دقت در پوشه اختصاصی پروژه ساماندهی می شوند تا گردش کار کارآمد باشد. برای زیرنویس و کپشن ها از ادوبی پریمیر پرو یک نسخه دارای مجوز استفاده می کنیم تا متن روی صفحه واضح، دقیق و جذاب باشد. این به ما ویدیو نهایی و آماده برای آپلود. در نهایت ویدیویی را در کانال یوتیوب خود آپلود می کنیم. عنوان، توضیحات، کلمات کلیدی و هشتگ های بهینه شده را اضافه می کنیم. پس از تایید حق چاپ صفحه پایانی را اضافه می کنیم و ویدیو را با انتشار برنامه ریزی می کنیم. این گونه است که ما محتوای حرفه‌ای و با کیفیتی را برای مخاطبان جهانی ارائه می دهیم. من به جامعه یوتیوب متعهد هستم و تمام فرادادها و دستورالعمل‌های جامعه را پیروی می کنم. عناوین و تصاویر کوچک من بازتاب صادقانه از محتوای آموزشی درون آن هستند. از شما خواهش می کنم که درخواست من را دوباره بررسی کنید، زیرا کانال کاریزمی شاپ بر اساس تحقیقات اصیل و تلاش خلاقانه ساخته شده است. مشتاقانه منتظر تصمیم مثبت شما هستم. از وقتی که گذاشته این متشکرم. کانال کاریزمی شاپ، محمد ترامشلو.